سلام بچه‌ها، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه چالش جدید در FC26. این چالش اسمش تایمینگ چالنجه. چالش 10 فصله یا حتی بیشتره که یه تیمی رو از کف برسونیم به اوج. مثلا نگاه، من الان رومو انتخاب کردم. خب من روم میخوام حتی براش چند تا چمپیونز لیگ بگیرم، یه تیم فوق‌العاده کنم، این رئال و بارسا و لیورپول و منچستر سیتی و اینا. خب و این تیم رو خودم انتخاب کردم. از تیم‌های بعدی رو شما میتونید انتخاب کنید. داخل کامنت ها بگید هر تیمی که لایکش بیشتر بود اونو برمی‌داریم برای چالش بعدی. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. این چالش هم بهتون بگم که در چند تا پارت قراره باشه، به دلیل اینکه 10 فصل یا 15 فصل هستش و داخل یه پارت نمیشه گرفت. به خاطر این منتظر ویدیوهای بعدیش هم باشید. بزن بریم. خب بچه ها اینجا اومدیم تنظیماتش رو درست کنیم. خب من سطح بازی یکم پایینه، بخاطر همین پروفشنال میذارم. یه شما مثلا میذارم به 3 دقیقه اوکی. این کامera اون اوکی. میگه اینجا اینو از نظر خودم آف میذارم، بخاطر اینکه وقتی گرفتنش 2 ساعت دیگه اومده خب بازی کنم. خب بزنم. این چالش هم برای داخل چند تا پورت باشه، چون 10 تا فصل نمیشه کامل داخل یه پورت باشه. خسته کننده طولانی میشه. زای تا بیاره. خب بزنم بریم. راستی من الان میاره گواردیولا برداشتم، پپ گواردیولا، چون طبق واقعیت الان گواردیولا بدون تیمه و از منچستر سیتی اومده بیرون. طبق گفته خودش قرار تیم ملی برداره، ولی خب من صلاح دونستم که سرمربی آسرومش کنم. خوبم آسروم. من واقعا رومو خیلی دوست دارم. پپ گواردیولا. È con grande piacere che vi presento il nuovo allenatore. خب بچه ها بریم. من سر به ترکیب بزنم ببینیم چجوریه. ماشاءالله ریدم با این ترکیبشون بقرم. بهترین بازیکنش از نظر من دیبالاست که اونم 31 سالشه. البته ویسلی هم خوبه به عنوان هافبک راست. دفاع هم وای ویسلی. آره اصلا فکر کنم پست اصلیش دفاعه. آره ویسلی پست اصلیش دفاعه. آره خب هرمونسو رو داریم. دوویک خیلی مهاجم خوبیه و خب من بازی کردم باشه، نه فصل اول رو راحت میتونه برای چم کنه. اینجا این پلگرینی رو باید بدیم بره. خب اینو باید بدیم بره. هرمونسو رو باید بدیم بره. این ترکیه رو هم باید بدیم بره. بالامزی خیلی خوبه، میتونه بهمون کمک کنه. دیگه کیارو داریم؟ پیسلی هم خوبه، میفرستینش واسه قرضی. براوا هم خوبه، کمکمون میکنه. اینا بازیکن جوون آینده دارن، پس ما تصمیم به فروشش نمیگیریم. این این کجاییه؟ ایتالیاییه خودشم. خب این آنجلو هم خب به عنوان دفاع پیر شده. این دوتا رو باید بفروشیم. یا هافبک چپ بخوایم، یه مهاجم چپ می‌خوایم، یه مهاجم راست دیگه. دروازه‌بان هم اوکیه. دروازه‌بان واسه فصل اول اوکیه. بعد این چالش میاد چجوریه؟ این که ما اصلا خودمون پلی نمیدیم، خودمون نمیریم بازی کنیم. میذارم رد میشه همه بازی‌ها رو، ولی اگه برسیم به فینالی خب فینالا رو بازی میکنم. فینال حالا چمپیونز لیگ، فینال سوپرکاپ بهشون اینا بازی میکنم. خب بذار برم تو ادیت ترکیب. ببین از نظر من زیاد با سبک ایتالیایی‌ها حالم، چون کل ایتالیایی‌ها سه دفاعن. تو الان بری یوونتوس هم نگاه کنی سه دفاع است. ولی من با 4-3-3 اتک حال میکنم. هندل میکنه کل تیمو. و خب من دوست دارم طبق این ترکیب بازی کنم. ببین انکیدا خیلی خوبه. خب یعنی دفاع دیگه ما نمیخوایم. انکیدا اوکیه. 25 سالشه است. این بیسلی اوکیه. یه خب الان اینجا راست نداریم. یه راست میخوام، یه چپ میخوام. این سول به درد نمیخوره. هافبک هم میخوام. کلی کار داریم. باید ترکیب رو بندیم برای آخر فصل یه نتیجه بگیریم، چون باید بگذره، چون فکر نکنم هم زیاد پول داشته باشیم. خب ما چند تا بازیکن رو باید بدیم بره. من طبق عقیده‌ای که دارم باید بدم چند تا بازیکن بره. مثلا فلگرینی باید بره. این باید بره، کاپیتان هم باید بره. این باید بره. مثلا دفاع ندارم، باید برن. زکی چی؟ آره زکی چی؟
آنجلینا باید بره. دوویک اوکی، دوویک میتونه منم دوست پس اون بازیکن باشم. واسکیز باید بدیم بره. نه بدیم بره. نمیدونم باید بدیم بره. اوه این اصول بازیکن خوبه ولی اصوله. واسیتش بخوام بگم. دیگه که باید بدیم بره. به نظر من که اینا باید بدیم بره. نه خوبه اوکیه. بودنش حتی داخل تیم کمک میکنه. به نظر من بودنش داخل تیم کمک میکنه. اگه صدام هم یکم واضح نیست به دلیل نداشتن میکروفونه، از گوشی با عنوان میکروفون استفاده میکنم و همین کارو سخت میکنه. ببین مثلا پی سی ال بعضی از بازیکن‌ها باید بریم قرضی. مثلا پی سی ال باید بره قرضی. خیلی در آینده میتونه ولی الان باید بره قرضی. این باید بره قرضی. این فکری هم بزنم رسیدم. نمیخوام کیو بیارم. مثلا میام بهتون نشون میدم. بازیکن خوبیه مثلا نمیدونم قدرتش چنده ولی بازیکن خوبیه. در کل این چیه تو لونه آره. اینم چیه اینم تو لونه. خب ببینم نظرم اینه کیه بیارم. پولم اونقدر فکر نکنم. حتی میتونیم شاید یه بازیکن بدیم پولم اونقدر نبره. این بازیکن الله یار سیاد بنش 24 سالشه قدرتش 74 بیاره میتره کنه. بعد دیگه کیه نظرم بیارم راستم من میخوام راستم یه نفر میشناسم گوینده 18 سالشه کلا خیلی خوب میتونه الان کار در بیاره. 18 ساله الان چرت داریم شوخ داریم 18 ساله گفتم اینا خوبه نه من یه چند تا بازیکن جوون میخوام اینا موقعی اون سیبی داره که من مثلا کارمند مدیر اوکی بعد من یه دفعه دیدم که مد نظرم هست خودشو اگه الان پولم برسه چند تا بازیکن مطرح باید میاریم تیم جمع درسته یه نفر بیارم تو نمیشه خوب باشه 32 سالش بود واسه پورتوگال بیارم 32 سالش بود افتاد بود خوب میشه یه نفر مثلا خیلی خوب میشد یه زمان پورتوگال خوشش یه جوری میشه که داره میگه گوش اما وقتی میشه خب بازیکن بعد مد نظرم دیدو است شما نه این پاشو بدم تو شما نیست پاشو به نظر من تفور میتونه برام جمع کنه این چه دارم دنبال بازیکن میگردم وقتی احمق 30 تومن کلا پول داری 30 میلیون کلا پول داری که من مثلا با 30 میلیون من میتونم براش بازیکن بخرم دوستان یکم پول دارم میذاشید جوره این الان یاد سعی نشد با 5 میلیون با 5 میلیون میخوام جمع کنم بازیکن با 5 میلیون تو بیاریم خیلی خوب ببین نگاه هیچ چیزی چاپ داریم نه راست داریم هیچ چیزی اصلا نداشتم چی بودم آخه جان تو لازم نداره نه واسه دیگه پیگیر بتونم تو تاپول میرم تاپول نشد نه من بهتون میگم شما به الان فور سعی کنید میخوام به شما ده هم تا شد بدم اگه شد بخوام شما ده هم بهش بدم یا شما لازم براش شد شما الان سعی کنید خیلی خوبه من بازی باشم کامل الله خیلی سعی کنید و هیچ پول بازیش خب بریم حالا کوندارم بتونیم بیاریم خیلی خوب میشه ولی خب من مطمئنم که نمیاد و پلن بعدی که من دارم اینه که بریم بازیکن آزاد بیاریم چون بازیکن آزاد پول نمیخواد فقط بودجه و حقوق میخواد باید حقوقشون بدیم و خوبی فیفا میدونی چیه اینکه حقوق رو با بودجه انتقال رو یک چیز درست کرده ولی مثلا میخوای برام داخل پس بازی کنی یه دونه بودجه حقوق داره یه دونه بودجه انتقال داره یه دونه بودجه هوادار داره اصلا یه بعضی پلگرینی میدم اینو میدم قبل ایگو خب 14 تا میدم اینو میدم نه من کیلو بدم نشون هرموسو خوبه هرموسو رو میدم دو تا هم میدم دو تا خدایی براش زیاده ولی دیوید رو بازم میخواد میتونم بگیرمش رو 17 تا رو تش میدم بازم دلم نمیاد 17 تا خرج این احمق کنم بیا تو رو قرآن قبول کنم اما من میدونم دیگه یا رد میکنه یا میره فکر میکنه یا رد کرد داره یکم چیز بده ارزون اون بده بذار برداری رفت فکر کنه آخه به چی بخوای فکر کنی با اون پشم و سیبیلات پلش اصلا آدم خود میکنه به قرآن آشغال فنی خب حالا میریم سراغ چی؟ سراغ بازیکن آزاد هر چی بازیکن چرت و آزاد رو میخوام بیارم 2000 years later من فکر کنم خیلی بازیکن هست اینجا و خب همشون هم من آزاد میخوام یا اکرم عفیف اولیشو که میخوام بریم سونی من با کل اینا قرارداد ببندم بعد برگردم پیشتون براتون توضیح هم میدم چون خسته کننده است قرارداد بستن
خب آقا من یه 10 دقیقه یه ربعی فکر کنم درگیر اینا بودم. ببین کل اینا رو آوردم. البته به جز اون گوندا که نشده فعلا هنوز راضی نشده، چون من کلا داشتم قرارداد می‌بستم، مثلا وقتم نشد بزنم. فقط یه مونده بریم دیولپمنت پلن بچینیم. الان اینو با هم دیگه میچینیم. خب کار خاصی نداره. میای اینجا واسه دروازه‌بانا، اکثرا دروازه‌بانای جوونشون مثل این، خب نگاه می‌کنیم مثلا این خوبه. برای این پیر شده البته. تو باید یه چیزی بچینیم فقط افت نکنه. من یه چیزی براش گذاشتم دیگه، زیاد مهمم نیست. برای دروازه‌بان اصلیمون که خیلی مهمه و باید پیشرفت کنه، اینو میذارم. برای این یکی دروازه‌بانمون که تازه هم آوردیمش، اینا رو فصل بعد ببینیم 28 سالشه، فصل بعد میفروشنش قطعا. اینو میذارم. برای واسکس هم که قرار بفروشیمش همین فصل حتی اگه براش بیاد، اینو میذاریم، زیاد فرق نداره. برای این جوونم ببین اکثرا برای دفاع چپ و راست و اینا تو باید یا فول بک بذاری، یا اگه سرعت بازیکن که بالا بود فول بک بذاری، یا اینو میذاری. نه کدوم بود؟ همین فول بک میذاری، یا اگه سرعت بازیکن پایین بود میخوای دفاعش هم بره بالا، دیفندینگش هم بره بالا، میذاری رو وینگر بک. ببین الان آنجلینا سرعتش اونقدر نیست، پس میذاری روی وینگ بک. این سرعتش خوبه ولی بازم میذارم رو وینگ بک چون متعادله. این سرعتش خوبه ولی چیزی نیست، بخاطر میذارم رو فول بک. دفاعش نیست. خب حالا مثل سراغ دفاع خط، دفاع وسط. خب این دفاع وسط اینا رو بعد بذاری رو وای بک. نه وای بک نمیاد. میذاری روی این. چون اکثرا دفاع وسطا سرعتشون پایینه، اینو میذاری هم دفندش بره بالا هم سرعتش. الان اینا میذارم روی همین بک. من بیشتر دفاعمون هم کنم. نه اینطور. همون میکنم. خب رسیدیم به این دفاع راسته. این اوکیه، یه چیز خوبه. خب با هم میذاریم روی فول بک میذاریم. اینو یه زمان تو رو فول بک میذارم. چون فول بک الان اصلا ممکن که الان فول بک برای این بهتره. برای ریس فول بک بهتره. ریس رو گذاشتیم میریم سراغ این. اینا میذاریم روی فول بک. مثلا بعد بذاریم روی چیز وینگ بک. آره وینگ بک اوکیه. اینا میذاریم روی وینگ بک. این پاسپورت میذاریم روی چی وایت هاف. این چرا؟ چون من کلا با دفاع سی دی ام حال نمی‌کنم با چیز هافک دفاعی. ولی خب من روی میذارم کلا بیشتر هافک رو میذارم. خب نگاه این الان نگاه داره. بخاطر همین من چیکار کنم اینجا؟ میذارم روی چی؟ میذارم روی سی دی. بخاطر اینکه دفاع چیزش بیاد. صورت اینو شوتش نمی‌کنه. میذارم این زده بخاطر قدرتش دیگه. اکرم عفیف میذارم روی چیز بزنم شوتش بیاد. اوه خب الان سریع باشه. من چون می‌خوام از این استفاده کنم که چند فصل بعد اصلا اینجوری هم دوست دارم تلش کنم. میذارم روی همین بخاطر اینکه قدرتش زودتر بیاد بالا و اینم چون صورتش پایین میذارم روی هاف وینگر. این گویزم نمیدونم توی باکس یا پرابلم اوکی. آره این اوکی. کنه میذارم روی اینجا این مثلا من میذارم روی هاف وینگر. این برابر میذارم روی هاف وینگر. من میذارم روی هاف وینگر. فراک. این فراک من خیلی دوست دارم روی هاف وینگر، ولی خب نمیخوام. میذارم روی ادوانس. پالو دیبالا روی اونم روی ادوانس میذارم بخاطر طرف خوبش. اینم روی ادوانس احتمال میذارم. چیه پلگرینی سنش بالا ممکنه فصل بعدش به اوفر لازم میذارم روی ادوانس. اینم میذارم روی ادوانس. خب اینم میذارم روی ادوانس. اوکی ادوانس واسه خوب. حالا اینو من اینو میذارم. خب اینم روی میذارم. نه خب چیزی که همش به پایین بالا. مثلا میذارم روی این منفیس دیپای خب روی پوچر اوکی من باش. اینم روی چیزایی که خوب بیاد اینم روی پوچر. دوویک هم روی نظرم پوچر همش بهتره براش. اینم میذارم روی پوچر. جدیده. خب اینا از این بعد یه کاری هم هستش که باید انجام بدیم. اونم اینه که اونجا باید براش مربی نمیدونم چی باید بگیم. نمیدونم چی میگم. خب یه حالت اینه که کمک میکنه زودتر و سریعتر تقویت بشن و سریعتر اون آموزشی دادیم بهشون بگذره. اینجوری میذارم این 8 تا اوکیه. برای هافبک این کارو داریم. این 8 تا برای اوکیه. برای دفاع 8 تا برای دروازه میذارم. بعدش میذارم برای مهاجم یه چیز میذارم. میذارم مثلا نگاه دارم هورمونی اون انا بدم اوکی بیشتر بدم شو بزنم اینو کمک سریعتر تغییر بشه تو میذارم. دروازه تو هم بدم اوکی دوباره مهاجم الان کار کنیم تا تو قرمزش بنگو تو دست رفته این پول مخصوص خودش بالا پلم زده چقدر شاید میشه این سراغ دفاع مدافع میگم دفاع خب فکر کنم باز کردم دیگه دیدم تو بس. خب بعدی اینجا رسیدیم به سه من اینو بردارم دروازه‌بانم که این 4 بردارم 4 تایه دوباره میگم واسه مهاجم نگاه الان قرمز شد الان که خدمت خوب دیدی بخاطر اینکه داشتیم خیلی بهتر بود سوپر فولم نگاه 300 خورده بود میتونی بزنی جلو عرب 300 خورده براش سر یکی اسکول شاید این دیوونه است با خودش مشکل داره خود درگیری داره آره من مشکل دارم خب من میگم 3 سال تیمارستان مثلا نه لایک گفتم من کامل بذارید اصول تیمارستانی خب این فکر کنم باش توافق کردم آره
جدی پول نداریم الان اسکو ریدیم اینو وایسا نگه میدونم فعلا البته نمیشه نگهش یه بازیکن باش پیشم بفروشیم همین الان میخوام برام بفروشم اوه این واسه قرضیه نگاه اینجا که اینو شما نرید با یه صد بشینید پای صحبت کنید میاد اینجا میندازید اینو روی لون بعد میکنهش 2 ساله به خاطر اینکه بازیکن جواب رو میخواد زیاد پیشرفت کنه میبندید 2 سال دیگه میمیشه میاد برمیگرده به تیم این هم داره روی لون چون حق خریدش نداره بنده خریدش رو غیر فعال میکنه تو رو قرآن یه پیشنهاد فروش تو رو خدا هرموسو آره هرموسو 18 تا 20 تا بره میدم اینا میرم اینجوری با هم دیگه نگاه بندازیم 20 تا بده میرم نه ولش کن اشکال نداره 20 تا بده ندارم اشکال نداره 20 تا خوبه الان میرم با اون حالا میبندم ببین این داداشتون کارو بلده جمع کنه الان اوکیه دیگه واسه 2 روز بعد ازش چقدر چرته تازه باید بازیکنان قبول کنه من ریدم تو این وضع خب 20 تا قبول کن یه روز گم شو برو ای بابا هنوز نرفته خب آنجلینا رو تیم رقیب میخواد با هم میفرستیمش بره هرچی اصول و پلش طرف بالا میکنه به تیم رقیب 13 تا میارزه ما 15 تا بدیم من اوکی ام بالاتر بالاتر 15 تا دادیم تمام رفت زیاد ما مردیم اتحاف نمیکنیم در حق حریف حقش نمیخوریم اینم برای این قرضی 2 ساله 2 years این یه جوری آموزش هم هستش دیگه عشق کنید فصل اول خیلی کار دارم بازیکن بعد بفرستیم بره فصل بعدی اوکی کنیم این خودش 15 تا میخواد بعد من اینجا میام چیکار میکنم اینو میندازم اگه بالاتر بخواد بخریم میندازم روی 18 تا اینم میندازم روی 32 تا اینجوری چی میاد بالاتر میخریم این قبول کنترل کنیم وای پول نداریم عصبانی هم پول نداریم پول این گاگول از کجا جور کنم تو رو قرآن رو هرموسو داره میره به نظر من که هرموسو ولی این چهره نحس هرموسو به درک آرزوی موفقیت برات میکنم برو گم شو بدارم خب من کوئندا رو میاریم کوئندا بازیکن خوبیه میخوام بدمش قرضی بعد فصل بعد ازش استفاده کنم کوئندا رو حتی الان هم میتونم ازش استفاده کنم تو اون پست بازیکن داریم فکر کنم آر ام میتونه واسه ال ام میتونه فکر کنم واسه سی ای ام میتونه 100% واسه من تا از این به عنوان سی ام هم استفاده میکنم بعد پیشرفتش هم خوبه 89 90 اینطورا میره قشنگ برای توی 20 خورده بی پلنه وای نه آورده اوپن دا کیوندا میگم اوپن دا کوئندا بازار کی رفت میشستیم که داریم رفتن اینا رو نگاه کنیم بقورم ای بابا اینم رفت داریم اینجا کیا رو میخوان او شهرانی میخوان 12 تا 15 تا اینم 27 تا کنیم وای 15 تا اینم 27 12 تا سبی قبول نمیکنه اصلا میشه سبی قبول نمیکنه این چه دفعه تو کدوم نمیام بقورم ولی فقط میگم خب اینا هست 18 تا برو به 20 تا نه 22 تا اینا رو 36 تا وای ساعت رو فشار میاد بازی رو بزنیم اصلا من ترتیب داخل این فصل فکر کنم نتیجه عالی بخوام ولی خب ما چیم برای فصل های بعد مثلا من تو این فصل قشنگ نتیجه میگیرم تو قول میاد اگه سهمیه برم سهمیه چمپیونز لیگ تو چمپیونز لیگ برسم فکر کنم ما رو گیرش میدم بس تفاوت همین بعدیشه این توازت رو من میگم بهشون اصلا نمیفروشم همین بعدیشه اینکه این اس 26 چیز میکنه چون میگه مثلا وسط بازی بدی پیام میدم یه بازیکن بس یه چیزی میگم مثلا بازیکن بس میخواد مرخصی باشه مثلا برخورد مثلا یعنی بهترین مستوی که من یادم 23 واقعا 23 من واقعا مشاهده کردم به شخصه و باش خاطرات خیلی زیادی دارم این چه احمقی براش واسه بود بازی او بارسلونا چه غلطی میکنه دفاع رو میخواد من میگم کاری نمیکنه باشه من میگم بهش اصلا با سیتا که بای کن سیتا نه 40 تا تهش اینجا که چند نفر رفتن این پلگرام میخوام دیدم 18 تا میدم واقعا بعد برم من یه بازیکن خوب بتونم بیارم خب ببین ما چون به پول نیاز داریم بعد اینو انتخاب کنیم که به نظر من این خوبه نمیدونم چرا اینو انتخاب کردم به خاطر اینکه سخت‌تره که دفاع میاد من دفاع باید بیاریم ترتیب جمع کنیم اینجوری میشه خب ببین یه دفاع خوب
به نظر من چیز پاولو کوبارسی خوبه، ولی خب اینا پاولو کوبارسی این به چی رو نبود واسه لحظه بکنم دیدمشون. خب یه دونه پاولو کوبارسیه، یه دونه دیگه هم میخوام. اگه پاولو کوبارسی قبول نکرد بذاریم ببینیم قبول می‌کنه یا نه، چون دیگه چند تایی بازیکن فروختم یکم پول دستم اومد. اینم هست، اگه نشد اینو میاریم. پاولو کوبارسی چون جوونه 18 سالش، قشنگ 3 فصل میتونه برام صد دستم بود، صد چیز دیگه نبود. ببین اینجا از عقل رسونه، وقتی تو نمیتونی اینو بفروشی یا 10 تا 12 تا میذاری روش، اونم میگه بهشون اینا برام میره 27 تا. این وقتی اینو اصلا قبول میکنه خودش یه مزایاست که 17 تا میگه بهشون. 31 با اون یا میخواستم بگم که 21 میدم با اون قبول کنی 23 تا نه 20 تا تاش الان رد میکنم. رفت فکر کنم وقتی میره فکر کنه اما 23 تا رو قبول کرد ما میدیم دیگه. خب بریم سراغ این. هم نامهربونه هم آفت جونه. خب بریم من دوست دارم اینو بدم با 20 تا پول با 22 تا. ببین این خوبه، ببین این بچه خوبه با اون راه میاد. دیدی ببین این قبول کرد، من از این بچه خوشم اومد. 23 سالش هست، اوکیه. ببین پاولو کوبارسی قبول نمیکنه، بذار 2 روز بزنیم جلو. بابا بودید دیگه، بچه‌ها منتظرم بریم ببینیم چه گوهی می‌خوایم به بالا بزنیم در مقابل اتلتیکو. خب ببینیم کدوم احمق بلند شد دوباره رفت. این کیه؟ او پلگرینی گرینی. ای اوکیه. من با ای اوکیم. ای به نظر تو قبول کنم؟ خوبه هم هستا، قبول میکنم. اونم میارم اگه پولشو داشته باشیم دیگه. فکر نکنم داشته باشیم. این 30 تا دیگه داریم. خب قبول میکنم. تا و تمام. بای پاولو کوبارسی قبول کرد و پاولو کوبارسی آوردیم. شماره فکر کنم 4 باشه یا 3 باشه. پاس روم خوب بود، خرید خوبه. من خودم راضیم. حالا گور بابای اصلا گور بابای فیفا. اوه پول دارم. بذار یه بازیکن بدم اونم بیارم. اسپورتینگ هم خوبه، 2 تا بازیکن تا الان ازش آوردم. 33 تا. خب بدونم چیز درسته. 38 تا. بابا قبول کن باشه. سگ خور. برو گم شو. عوضی. اوه این آلواردا رو دادیم. فکر کنم زیاد بهش پول دادم. خوب دادم. یس اینم میتونیم بیاریم. یس خب معنا پول قرارداد داره. میخوای گوتو بخوری. بلاشو میریم سراغ گرین وود از اینم قدرتش بیشتره، ولی میریم سراغ گرین وود. آدمی ناراضی از اینکه نمیتونه بیاد به تیم محبوبش مثلا. آره برو گم شو کریم آدمی. میریم سراغ گرین وود. 37 است میتونم بیارمش. باید یه بازیکن خوب بدم بره گرین وودو بیارم. جا پول دارم الان 8 تا. میگه 8 تا خوبه. سنترامون اینا داریم 26 تا میارزه. مهاجم نداریم 18 تا میارزه. اینو بدیم خب با 10 تا پول. اینو میخواد با 20 تا. خب من اینو نمیخوام بدم آخه بیشرف با پول هم آخه با 20 تا نمیرسه. اینو بدیم ای بابا دستم میخواد میام روی این آشغال. سنتر بک رو میدیم تو این 10 تا نه 9 تا میدیم. 38 تا خواست. بذار رازیش نگرش دارم. اینو میدم با 10 تا پول.
من فکر کنم سریع‌تر این گیریم بوده بیارم. خب حالا می‌بینیم اینجا باش قرارداد بردارم. ای آشغال تو رو نمی‌خواستی بیاری. من یه جور میارمت خودت کوکات بریزه. توماس پارتی هم میتونم بدم. بعد کیه که این کارو کنه؟ توماس پارتی کویر رو بده. توماس پارتی کویر. تو مثل اینکه باید همین کارو کنی. اینو بدیم یا توماس پارتی. تو من میگم توماس پارتی بده. خودت هم 10 تا پول. 14 تا میگم. من 10 تا بیشتر نمیدم. من 10 تا بیشتر نمیدم. 12 تا 14 تا سگ خورد. آشغال. گیریم بودم آوردیم. ترکیب بستیم بریم برای جام جهانی. ترکیب بستیم بریم برای جام جهانی. جام جهانی. یه جور دارم پیشرفت میکنم. گل میدم به قرآن اگه گل نزنی تو فقط ببین سیاه و کبودت میکنم با کرما میدم دور زمین دنباله. تو فقط بعد بازی کن. فقط افت کن. گرین بود گرین بود گرین بود گرین بود این کسی باید مثلا میذارم اینو میرم اینجا این به برو جونه ایوه این سال اردن چی؟ سال اردن بازی کنم خوبیه مهاجم هم تونیم واسه ببین کاری کار کنم اینو میذارم اینجا اینو میذارم اینجا اینو تعویض کنم اینو میذارم اینجا الان خوبه نه الان خوبه عالی اینا اگه همه بدن سال اردن قضیه میدم میگه ولی الان برسی نخواستمش الان کاپیتان باید دیبالا کنم والا بلا باید دیبالا کاپیتان میشه در نبود دیبالا سال هر دانی کاپیتان میشه فقط اوه واسه رسول جان چیزی نگفتم فاروق بارسی ترکیب الان خوب نمیشه ترکیب برای نخور برای خودش نونه یه پیشنهاد برای قاضی الان فقط میخوام قاضی بیاد چون ترکیب الان دارم بیا قاضی برو برید دیگه اینا چرا نمیرن برید دیگه آقا فکر کنم خیلی طولانی بشه این ویدیو با این وضعی که ما داریم یه 40 دقیقه فعلا هنوز گذشته از ویدیو تو 50 دقیقه تا لطفا اینا رو سعی می‌کنم براتون فشرده کنم و اینا رو کلا بگذارم. خب رسیدیم به اولین بازیمون بعد از کلی خرید و فروش و انتقال و اینا. خب من اینجا رو احتمالاً داخل ویدیو هم هست اونجا رو بهتون نشون ندادم شدم تیکه تیکه ببینید نگاه گیریم بودی آوردم دو تا دفاع آوردم فاروق بارسی و ایناکیو که اینا رو آوردم و الان ترکیب اینجوری بزنم بعد چه ببینیم دو کجا میرسیم بعد کلا دو خوبه دو خوبه بعد یه حرکت دیگه هم بزنم الان رو میخوام بکشم بیرون چیزو بیارم میخوام قبول نمی‌کنم اینو میخوام قبول می‌کنیم و تمام همینجوری راضی دارم من 100% اینجوری یادم باشه برای شما ولی واسه خسته کننده ترین ویدیویی شد تا الان گرفتم واقعا و خیلی چیت شد من فقط یه هافک مونده اینا پول ندارم اینا اون هافک رو گرفته بودم میگم واقعا یه هافک نیاز داریم نه ترکیب اوکی یا فقط یه هافک نیاز داریم اون اوکی یا هافک خب ما بریم این فصل هم تمام کنیم بعد برمیام شاید هم وسط این فصل برگردیم بریم که داشته باشیم بزنیم. خب بچه من خیلی سریع برگشتم به دلیل اینکه نتیجه خوبایی نگرفتیم زیاد نزنم کلا اون فصل رد نشد نتیجه خوبی نگرفتیم بخاطر این اومدم گاوی رو بیارم
گاوی برم من با این قرارداد رو بنویسم و بیام. خب آقایون داداشا واسه شما فکر کنم یه سریع اومدیم. خب ولی واسه من خیلی طول کشید واقعا. فکر کنم یه 2-3 ساعتی هست به دلیل اینکه تازه برای یه فصل شد، به دلیل اینکه برقمون رفت طبق معمول داخل ایرانی میگه. خب اینجا ترکیبمون رو نگاه کنیم. این خیلی افته و ویرال کرده. وگا خیلی خوب بوده، من طبق شما نمیدید ولی من داشتم میدم وگا خیلی خوب بوده، همه اینا اوکی بودن. دیبالا این کنه هم خیلی خوب بوده، کنه خیلی پیشرفت کرده. ویسلی خیلی خوب بود. گرین بود هم من داشتم اینا خوب بود. بهتره همشون هم پوگبا بود. میگم پوگبا دیبالا بود. دیبالا خیلی خوب پیشرفت واقعا. فراک هم ما داشتیم اینجا، فراک هم یه چند تا بهش بازی رسید. از همه بدترشون دیپای بود، یه قدرت هم اومد تو اون لودی هم خوب بود. بریم حالا یه نگاه کنیم ببینیم چه غلط کردیم. خب واسه شوش لیگو که نبردیم. لیگ خدایش ضعیف بودیم، لیگ ضعیف کار کردیم. من دیدم چند تا با باخت داشتیم ولی خب اوکی بود. ناپولی خیلی خوب بود. من آسه میلانو 2-3 بار شکست دادم. این لاتیو هم خیلی خوب بود. بعد چمپیونز لیگ که اصلا نبودیم. این سوپرکاپشون رو بردیم، یه دونه تا اینجا بردیم. اینم که هیچی، اینم نبودیم. چمپیونز لیگ هم که نبودیم، فینال با رئال. اروپا رو بودیم، اروپا رو ولی بردیم تا اینجا 2 تا. یه بقیه‌اش هم به ما مربوط نمیشه. آقا 2 تا بردیم. اگه لیگو زده بودیم سگانه بودیم ولی 2 تا بردیم. این فصل خداییش خیلی خوب بود. بریم برای فصل بعد. فصل بعد من نمیخوام بازیکن بخرم، با همینا میخوام پیش برم و واقعا خوب بود. چند تا البته نه، یه 2 تا بازیکن احتمالاً 2-3 تا بخرم. یه دفاع میخوام، به اینجا ناراحت شد. یه دفاع میخوام، هافک هم نه، هافک نیاز ندارم. مهاجم چپ میخوام، دفاع و مهاجم چپ. ببینیم داخل اسکوادمون نگاه کنیم چقدر پیشرفت کردیم. او قرضی‌ها رو نگاه، همه رفتن قرضی نگاه. خوبه. این که باید اصلا گذاشتن تو لیست فروش. خوبه این. نگاه اینو فرستادیم ناپولی ترکونده. آمارشو چک کنم. آمارشو میشه دید؟ نه آمارشو نمیدونم چجوری. الله یار سیادمنش عالی بوده. حکیم زیاش اومد. حکیم زیاش هم بچا خریدن، خودشون آوردن حکیم زیاشو. نمیدونم چجوری حکیم زیاشو آوردن. منفیس دیپای که این فصل بوده، احتمالاً وگان بره چون یه چپ می‌خوایم. اینم احتمالاً بره، ما یه دفاع چپ می‌خوایم. دفاع راستمون اوکیه، خیلی عالیه. مهاجممون احتمالاً عوض کنیم. دفاعامون ولی اوکی ان، هافبک‌هامون هم اوکی ان. این گرین بود چجوری بوده؟ واسه آمارا رو برام نگاه کنم. خب اینجا آمارا رو میشه نگاه. کلین شیت که بهترینش برای کی بوده؟ برای کنه بوده. کنه خیلی کلین شیت خوب کرده. ویسلی 17 کنه 17 تا کلین شیت کرده، 6 تا گل زده، 6 تا پاس گل داخلش، 60 تا بازی بد نبوده. ویسلی که 17 تا کلین شیت کرده، یه گل، یه پاس گل. این که مثلا گل پاس گل داده. این 11 تا پاس گل داده، 11 تا گل داده، 4 تا پاس گل داده. این یه دونه پاس گل، این چجوری پاس گل داده؟ ولش کن. دیبالا 16 تا پاس گل داده، 21 گل زده. اوکیه به عنوان یه هافبک هجومی. به 16 تا هم کلین شیت داشته. این گرین بود یکم ضعیف بوده. بیا دوویک نگاه، من گفتم نگرش. پابلو گاوی هم بعد نبوده، این خوب بوده. بذار اینا سلام آمار چیزا نگاه کنم. الله سعید باشه. الله یار سعید باشه 11 تا بهش بازی رسید، یه دونه گل زد. بعد نبود. یه چند تا تغییرات بعد بدیم اینجا. این چیه؟ من دنبال یه بازی میخوام چیو بیارم برای چپ، یا رودریگو رو میارم یا فیل فودن پوستش چی بود. خب بریم ببینیم دوکو رو میتونیم بیاریم یا نه. ببین فقط همینه، الان ما خریدمون همینه. یه دونه هم چپ میخوایم، دفاع چپ هم اینا رو بیاریم دیگه، میریم داخل تا آخر فصل. وای نمیسیم اینجا. ببین من به اینو میدم شیرین دوکو. چند تا بگم؟ ببین اینو میدم با 20 آمپول. قبول کن تو رو قرآن. قبول نکرد ای آشغال.
رفت فکر کنم که 100% من مطمئنم قبول نمیکنم. فکر کنم ساوینا رو بیاریم. ساوینا هم بودجه‌مون نمیرسه و اینا آورده بودم. ببین استاویو رو بذار ببینم میتونم بیارم یه جوری. یه نفر رو بدم استاویو رو بیارم. بهش آورد خوبه. واقعا پول ندارم. خب نمیفهمم آخه چرا پول نیست. قبول نکرد عوضی. استاویو کنسل آقا. اینا مارتینلی 38 هست. مارتینلیو دیگه میتونم میرم. ببین منفیس دیپا رو میدم، بقیهش هم پول میدم میارم. 20 هم پول میدم. 39 تا کلا پول میخواد. ببین من 3 تا کم دارم. خب بخاطر همین میرم سراغ این. ای بابا میرم سراغ این. بعد ببینیم داخل پول 23 تا مش قبول کرد آقا. قبول کرد. خوبه. میذارم ببینم دیگه کیا رو میتونم بیارم. گوردون چقدر؟ 45 شست قیمتش. 63 تا 50 تا. من یه روزی این ژورنویس رو میارم. ژورنویس واقعا خوب بیدرخش. کریم آدمی چی؟ سرعتش هم خوبه. چند سالشه؟ همین مارتینلی رو میارم. از دوکو هم به نظر من شاید بهترم بتونه باشه. مارتینلی رو میارم برای این فصل، چون چپ هم من میخوام. نباید زیاد پولمو خرج کنم. 5 ساله هم میدم بهش. اینم از این. سلام 20 هم بهش میدم. قبول کرد آقا. با 120 تا قبول کرد. مارتینلی هم آورد. بابا برو گم شو تو رو قرآن. من اونو چجوری آخه مارتینلی رو انقدر میآوردم. خب بچه بریم سراغ فصل جدید. فصلی که من یه خریدم انجام دادم مارتینلی تا الان فعلا برای فصل جدید. یه دونه دفاع چپ هم بخرم. یه ترتیب بستیم بریم برای چمپیونز لیگ. خب اصلا من یه ترتیبم یه هافک هم میارم احتمالاً برای تعویضی. یه هافک خوب بیارم. یه هافک تازه نفس. میگم آقا واسه من حواسم بود. بعد این فصل تموم میشد. به این دلیل که پول خب داخل فصل جدید برام میاد. نه آقا من نباید مارتینلی می‌خریدم. بعد وای میستم شاید گزینه‌های بهتری هم میتونستم بیارم. بیاد تمومه. خب بچه‌ها من ببینم اگه تا بیاد 2000 years later. خب آقایون داداشا واسه شما فکر کنم یه سریع اومدیم. خب ولی واسه من خیلی طول کشید واقعا. فکر کنم یه 2-3 ساعتی هست. به دلیل اینکه تازه برای یه فصل شد. به دلیل اینکه برقمون رفت طبق معمول داخل ایرانی دیگه. خب اینجا یه ترکیبمون رو نگاه کنیم. این خیلی افت و ویرال کرده. وگا خیلی خوب بود. من طبق شما نمیدید ولی من داشتم میگم وگا خیلی خوب بوده. همه اینا اوکی بودن. دیبالا این کنه خیلی خوب بوده. کنه خیلی پیشرفت کرده. ویسلی خیلی خوب بود. گرین بود من داشتم اینا خوب بود. بهتره همشون هم پوگبا بود. میگم پوگبا دیبالا بود. دیبالا خیلی خوب پیشرفت. واقعا فراک هم داشتیم اینجا. فراک هم چند تا بهش بازی رسید. از همه بدترشون دیپای بود که قدرت هم اومد. اون لودی هم خوب بود. بریم حالا نگاه کنیم ببینیم چه غلط کردیم.
خب باز میشه شد لیگو که نبودیم، لیگ خودش ضعیف بودیم، لیگ ضعیف کار کردیم. من دیدم چند تا با باخت داشتیم ولی خب اوکی بود. ناپولی خیلی خوب بود، من آسه میلانو 2-3 بار شکست دادم. این لاتیو هم خیلی خوب بود. بعد چمپیونز لیگ که اصلا نبودیم. این سوپر کاپشون رو بردیم، یه دونه تا اینجا بردیم. اینم که هیچی، اینم نبودیم. چمپیونز لیگ هم که نبودیم، فینال بالا. اروپا رو بودیم، اروپا رو ولی بردیم. تا اینجا دو تا، یه بقیه‌اش هم به ما مربوط نمیشه. آقا دو تا بردیم. اگه لیگو زده بودیم سگانه بودیم ولی دو تا بردیم. این فصل خداییش خیلی خوب بود. بریم برای فصل بعد. او قرضی‌ها رو نگاه. همه رفتن قرضی رو نگاه. خوبه. این که باید اصلا گذاشتم تو لیست فروش خوبه این. نگاه اینو فرستادیم ناپولی ترکونده. آمارشو چک کنم. آمارشو میشه دید؟ نه آمارشو نمیدونم چجوری. اللهیار صیادمنش عالی بوده. حکیم زیاش اومد. حکیم زیاش هم بچا خریدن، خودشون آوردن حکیم زیاشو. نمیدونم چجوری حکیم زیاشو آوردن. منفیس دیپای که این فصل میره احتمالاً وگان بره چون یه چپ می‌خوایم. اینم احتمالاً بره، ما یه دفاع چپ می‌خوایم. دفاع راستمون اوکی، خیلی عالیه. مهاجممون احتمالاً عوض کنیم. دفاعمون ولی اوکی ان، هافبک‌هامون هم اوکی ان. این گرین وود چجوری بوده؟ واسه آمارا رو برام نگاه کنم. خب اینجا آمارا رو میشه. کلین شیت که بهترینش برای کی بوده؟ برای کنه بوده. کنه خیلی کلین شیت خوب کرده. ویسلی 17 کنه 17 تا کلین شیت کرده، 6 تا گل زده، 6 تا پاس گل داخلش، 60 بازی بد نبوده. ویسلی که 17 تا کلین شیت کرده، یه گل، یه پاس گل. این که مثلا گل پاس گل نداده. این 11 تا پاس گل داده، 11 تا گل زده، 4 تا پاس گل داده. این یه دونه پاس گل، این چجوری پاس گل داده؟ ولش کن. دیبالا 16 تا پاس گل داده، 21 گل زده. اوکیه به عنوان یه هافبک هجومی. به 16 تا هم کلین شیت داشته. این گرین وود یکم ضعیف بوده. بیا دوویک رو نگاه، من گفتم نگرش بود. پابلو گاوی هم بعد نبوده، این خوب بوده. بذار اینا سلام آمار چیزا نگاه کنم. اللهیار سعیدمنش. اللهیار سعیدمنش 11 تا بهش پاس رسید، یه دونه گل زد. بعد نبود. یه چند تا تغییرات باید بدیم اینجا. این چیه؟ من دنبال یه بازیکن میخوام کیو بیارم برای چپ، یا رودریگو رو میارم یا فیل فودن. پستش چی بود؟ بریم ببینیم دوکو رو میتونیم بیاریم یا نه. ببین فقط همین الان ما خریدمون همینه. یه دونه هم چپ میخوایم، دفاع چپ هم اینا رو بیاریم دیگه، میریم داخل تا آخر فصل. وای نمیسیم اینجا. ببین من به اینو میدم شیرین دوکو. چند تا بگم؟ ببین اینو میدم با 20 تا پول. قبول کن تو رو قرآن. قبول نکرد ای آشغال. رفت فکر کنم که 100% من مطمئنم قبول نمیکنم. فکر کنم ساوینا رو بیاریم. ساوینا هم بودجه‌مون نمیرسه. بودجه‌مون نمیرسه. اینا آورده بودم. ببین استاویو رو بذار ببینم میتونم بیارم یه جوری. یه نفر بدم استاویو رو بیارم. پیش آورد خوبه. واقعا پول ندارم. خب نمیفهمم آخه چرا پول نیست. قبول نکرد. عوضی استاویو کنسل آقا. اینا مارتینلی 38 تاست. مارتینلی رو دیگه میتونم میرم. ببین منفیس دیپا رو میدم، بقیه‌اش هم پول میدم میارم. هم پول میدم. 39 تا کلا پول میخواد. ببین من 3 تا کم دارم. خب بخاطر میرم سراغ این. ای بابا میرم سراغ این. بعد میریم داخل پول. $23 تامش قبول کرد آقا قبول کرد. خوبه. میذارم ببینم دیگه کیا رو میتونم بیارم. گوردون چقدر؟ 45 تا قیمتش. 63 تا 50 تا. من یه روز این ژورنالیست رو میارم. ژورنالیست واقعا خوب میدرخشه.
کریم آدمی چی؟ سرعتش هم خوبه. چند سالشه؟ همین مارتینلی رو میارم. دوکو هم به نظر من شاید بهتر هم بتونه باشه. مارتینلی رو میارم برای این فصل چون چپ هم من میخوام نباید زیاد پولمو خرج کنم. 5 ساله میدم بهش. میام از این 20 هم بهش میدم. قبول کرد با 120 تا قبول کرد. مارتینلی هم آورد. اوه گم شد تو رو قرآن. من اونو چجوری آخه مارتینلی رو انقدر میآوردم؟ اصلا من خود میکنم. ریجکتش کن بابا، برو گم شو دیگه نمیخوام. خب حالا میام اینجا گیریم بودم میندازم این ور. وگان هم میکشم بیرون. هنو نیومده آقا، هنو نیومده. این وگان خوب بود، میتونست برام تا 85 حتی بگم. خب بچه بریم سراغ فصل جدید. فصلی که من یه خریدم انجام دادم مارتینلی تا الان فعلا برای فصل جدید. یه دونه دفاع چپ هم بخرم، یه ترکیب بسیطیم بریم برای چمپیونز لیگ. اصلا من یه ترکیبم، یه هافک هم میارم احتمالاً برای تعویضی. یه هافک خوب بیارم. یه هافک تازه نفس. راستی من حواسم نبود، بعد وایمیستم این فصل تموم میشد به این دلیل که پول خب داخل فصل جدید برام میاد. نه موقع من نباید مارتینلی رو می‌خریدم. بعد وایمیستم شاید گزینه‌های بهتری هم میتونستم بیارم. خب آقایون من رفتم اون حرکت رو زدم. یه حرکتی می‌خواستم بزنم، حالا واسه شما یه جا قطع شد گفتم اینا بازیکن بگیرم، ولی رفتم یه چند تا حرکت دیگه هم زدم. من مارتینلی رو دادم، خب طبق معقولی که گفتم استاویو رو آوردم. بعد الان دروازه‌بان میخوام. خب بعد یه چند تا بازیکن من گیر آوردم از این بازیکن‌های ساختگی خود فیفا. اینا نگاه، اینه دفراس 20 سالشه. اینه، این خیلی به درد من میخوره، شاید بیارمش. اینه که الان میخوام واقعا بخرمش. چند تاست؟ 33 تا. ببین پولش نه حتی کمه. این هاتور هم هست، هاتور هم احتمالاً بیارم. هاتور ولی خودش باقیه. اینم احتمالاً بخوام بیارم به عنوان چپ. 6.5 hours later. بعدش چیکار می‌کنیم اینجا؟ حالا میام دنبال یه چند تا بازیکن دیگه هم میگیرم. یه هافک خوب میخوام که شاید اینو بیارم. البته تیم رقیبه، شاید هم نیارمش. اینم هست. اینم خیلی خوبه، بلژیکی هم هست. من یاد دیپونیا میرسه. پس خیلی خوب. اول بریم اینو بیاریم ایگر. بعد یه دفاع چپ میخوام. ببینم اونجا دفاع چپ داریم یا نه. چون دفاع چپ واقعا نیاز دارمش. با خاطر احتمالاً آوردم. گول کیپر من میخوام اینو بدم. اینجا 20 تا هم بدم. 30 تا 20 تا دیگه 24 29 تا نه 24 نه حرف من، نه حرف دو 23 تا 25 تا نه دیگه 24 تا یه دونه هم دیگه کم کن 25 تا سگ خور برو گم شو عوضی. تو کردم زنه نکنم من زن برداشت آوردم. نگاه آخه این چه ریخت قیافه واسه تو واسه خودت درست کرده قراره دروازه‌بان یه تیم بزرگ بشی. بزرگ ببین ایتالیایی‌ها معروفن به پیتزا بگیج. بابا کثافت من اینم میخوام. خب بیارم من اینا رو از کجا بیارم؟ اینا چرا انقدر گرون میگن؟ چرا انقدر تو مخی؟ اوه 30 تا 10% هم تازه میخوای؟ گم شو آشغال. 40 تا چش حتما چیز دیگه نمیخوای؟ 40 تا هم واسط بدم بی شرف. 40 تا من نمیدم بابا، یکم ارزون تر خب بگیر. سگ خور چه صافت. گرون گرفتم، خودم میدونم گرون گرفتم، ولی چیکار کنم دیگه؟ بازیکن دیگه ای بود یا نه؟ ای بابا من ریدم دهنت بکنم. ای آخه ولش کن، چه دارم مایه بحث میکنم. بریم سراغ بازیکن بعدی. کسی نیست جز این دیفانوسا. آقا من برم ببینم میتونم چیکار کنم، بعد برمیگردم.
من یه چند تا خرید کردم، سریع بهتون بگم. آلوارزو خریدم، نیکوپازو خریدم، بالدر رو خریدم با این دروازه‌بان رو و این هافکه که داخل نیمکت می‌بینید. اینا رو خریدم. من میرم الان واسه نیم فصل اگه یه موقعی هم خریدم کنم، خب شما نمیدونید ولی من اگه یه موقعی هم خرید کنم ژائو نویس رو میارم اصلا به جای گاوی یا کنه. خب همین دیگه. بریم ببینیم تا آخر فصل چه میکنیم و آیا این بار میتونیم ببریم یا نه. Tomorrow for sure. خب بچه های عزیز، من فصل دومم گذراندم همونطور که میبینید قرمزم شده و خب یه چیزی که بگم، من نتیجه هایی که دیدم واسه الان ما دیگه میریم نگاه میندازیم. نتیجه هایی که دیدم از فصل قبل بدتره. اینو که باختیم، اینو بردیم، یه دونه کلا فیلم داشتیم. چمپیونز لیگ رو کجاش باختیم؟ فکر کنم توی سمی فینال باختیم، احتمال زیاد. اونا با اون پی اس پی باخت، 5-3 هم باخت. توی سمی فینال نباختیم، توی اوتر فینال باختیم. بعد بذار یه لحظه نگاه کنم اسکوادم هم. واقعا این فصل خیلی چرت بود، حتی تا مرز اخراجم رفتیم، حتی نمیدونم الان اخراج میشه نه. این آلوارز که بذار لحظه نگاه کنم ببینم کدومشون. آلوارز واقعا میره این فصل. ببینم کیا همه بیشتر گل زده. گرین وود میمونه، آلوارز میره واقعا این فصل. اینو برمیگرده شاید بیاد این فصل. اینو 22 تا گل زده. نیکوپاز احتمالاً بره. بارکولا هم خیلی چرت بوده با اینکه نیم فصل اومد، البته باید بهش حق بدیم. دیگه کونه هم حتی شاید بره این فصل. پولو کوارسی 3 تا گل زده. امانش از کیا بگم؟ این بهتر امانش. این واقعا ریده بود. معنی واقعی. و خب من کلی بازیکن دارم که بفرستم بره. و خب ترکیب کلا ما عوض کنیم. نمیدونم چرا هر فصل داریم این کار انجام میدیم. بریم برای فصل جدید. خدا کنه که اخراجم نشیم. نگاه اینجا پنجم شدیم. این هم که چی؟ اینو وینر شدیم. بقیه هم دیدیم. واقعا این فصل خیلی بد بودیم. انشالله فصل بعد میترکیم. من خیلی از ناپولی باختم تا جایی که داشتم. اینا خیلی از ناپولی و یوونتوس باختم. اینا واسه میلان اصلا بورتش میدادم. ناپولی و لاتیوم و لیتیوم یا لاتیوم بود نمیدونم با یوونتوس. اینا خیلی حرفای سرسخته بودن مثلا. واقعا ناپولی خیلی خوب اومده بالا. خب فصل بعد من یه چند تا بازیکنم میخوام و احتمالاً بارکولا رو با آلوارز هم بفروشیم بره. به دلیل اینکه واقعا گند زدن تو تیم. و من میخوام یه بازیکن خوب بیارم برای فصل سوم که آخرین فصل ایمپورت میشه. من بریم ببینم چه بازیکنایی پیر شدن. اوه اشتباه شد. من یه چیز دیگه افتادم. خب بذار یه سر رو اینجا بزنیم. اینو هم باید بیرم رفتیم نیوکاسل بتونم بیارمش خوبه. 103 تا میخوام. من کلا 100 تا بیشتر ندارم. خب ریدیم قشنگ. گاوی 90 تاست، 72 تاست. من اینو میدم با 30 تا ببینم کار جمع میشه. با 33 تا واقعا خوبه دیگه. 163 تا میخواد. لامصب من کجا بیارم؟ بذار وینگرها رو نگاه کنیم. بارکولا میدم. بارکولا البته خوب بوده، شاید نگرش داریم به احتمال زیاد. بارکولا رو کلا دوست دارم 10 تا بدم. 20 تا میدیم ببینم قبول میکنن. اگه قبول کنه که اوکی. 64 تا من عمره هم بدم. 20 تا تهش یا قبول کن. رفت فکر کرد خدایی این میارزه یا بارکولا 100% این نگاه شاده خوبش. بذار من برم یه بازیکن میتونم گیر بیارم. خب آقایون من ژائو نویس آوردم همونطور که می‌بینید. نیکوپاز دارم دیگه با بدبختی 66 تا هم دادم آوردمش. واقعا هم خوبه. ای هم گرفتم. ببین ترکیب اینجا میشه بالانزی هم حتی میتونه بایسته، ولی من ژائو نویس رو میخوام بذارم. اونم حالا یه ژائو نویس که نمیتونه اینجا بازی کنه فلان اینا.
من یه حرکتی میخوام بزنم، چون ژانوس اون پست خیلی خوب میتونه بازی کنه، قشنگ تیمو جمع میکنه به عنوان یه رهبر، حتی میتونم بگم. خب من نمیخوام چیکار کنم، این کارو کنم. ژانوس اینجا میاریمش، میریم این ور. خب میریم تو CAM 640 روز طول میکشه. بیا ببینم اینجا میتونم کسی رو استخدام کنم برای اینا یا نه. بتونم همه رو میندازم با هافبک. من به این ژانوس اونو دادم. خب و الان میخوام ببینم تیمم چی کم داره. ببین داخل فصل اول خیلی گل‌های زیادی خوردیم، با اینکه خط دفاعیمون واقعا خوبه نگاه. خب گل‌های زیادی خوردیم. مثلا الان این ترکیب خوبه، من باید بیشتر برم به دنبال همون نیمکت هم باید بکنم. و خب من میخوام چیکار کنم. بذار ببینم داخل الان ترکیبم سمبالا نداریم به جز آلوارز. نه واقعا سمبالا نداریم. یه دونم اینه کناس که من میخوام به جای کنه کاماوینگا رو احتمالاً بیارم یا یه نفر دیگه. الان میرم من میگم من برم با انریک قرارداد ببندم، یه هافبک خوب و جمع بیارم برای خودمون. دو تا البته یه دونه هم بس، یه دونه هم داخل تعویضی داریم. یه دونه هافبک خوبم بیارم برگردم. 12 o'clock midnight. خب بچه‌ها من انریکو نتونستم بیارم، ولی یه چند تا خرید و فروش انجام دادم. الان بمب خریدمون که بیلینگهامه. ببین اصلا دیگه یه جوری اردم، یه بازی هم البته انجام دادم طبق اون بازی من رفتم خریدم. ببین اینم ترکیبم شد، همه بازیکن‌ها رفتن، این شد ترکیبم. یه دونه ولی دروازه‌بان میخوام، دروازه‌بانم میارم. ببین این شد ترکیبم. الان باید برم یه دروازه‌بان اضافه بیارم و یه دیولپمنت پلن بدم بیارم. همینو بس دیگه، بقیه‌اش دیگه مهم نیست. اینم باید بکشم بیرون. خب من برم یه دیولپمنت پلن بدم به اینا برگردم. خب آقایون این شد از ترکیب من برای فصل سوم که اینا همشون بازیکن‌ها هم. اینا تو آکادمی آوردم، بعد گفتم قدرتش خیلی پایینه، رفتم یه دونه رو بازیکن آزاد آوردم، قدش رو نگاه میخورتشون مقایسه با این قد از اون بلندتره. و اینم شد ترکیب من که الان گرین وود کاپیتانم و احتمالا بکنمش بلینگهام کاپیتان، چون میانگین سنی بلینگهام 24 سالشه، گرین وود چند سالشه؟ 25 سالشه. به نظر من جود بلینگهام بیشتر میتونه، نه گرین وود تجربهش بیشتره. گرین وود رو گذاشتیم بریم یه چند تا بازی هم دیگه ببینیم. همینجا میذارم لبه خطی ان شاء الله که بازی خاک تو سرتون واقعا. چند بنزما هم داره بازی کنه، دو تا گل هم بدون سر خاک تو سرم. ان شاء الله که با این وضع ببریم. من فکر نکنم خب ان شاء الله که ببریم. واقعا اگه نبریم من اینا چیکار کنم؟ واقعا فکر بزنیم تمام. بریم برای آخر فصل. البته شما یه چند تا بازی می‌بینید، بعدش من خودم تیز می‌کنم برای آخر فصل. یک بریم ببینیم میبریم یا نه. ان شاء الله که میبریم. اولین بازی چیزمون هست ایتالیا، اولین بازی لیگ در مقابل کومو. ان شاء الله که کومو رو رنده می‌کنیم دیگه. سه دو اوکی. یعنی چرا من گل می‌خورم؟ به خاطر دروازه‌بانم فکر کنم. من فصل بعد احتمالاً دروازه‌بانم عوض کنم، چون خیلی چرتم مصدوم میشم گل می‌خورم. اون سیلور بهتر بود. بریم برای بازی دوم یه 5 تا بازی نگاه کنیم بعد می‌ذارم بریم. بابا یعنی گند توش بقولم. ان شاء الله که تا آخر فصل اینجوری نمیشه. او در مقابل ناپولی رو بزنیم یعنی کار جمعه. ناپولی رو بزنیم یعنی کار جمعه. ان شاء الله که می‌زنیم. یک شد بابا. بهترین بازیکن زمین از ناپولی شد. خب آقا اینا رو بردیم. بازی با منچستر سیتی اینو ببینم میریم. یک شد. خب آقا ما اینا رو دیدیم، میذارم میره تا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب آقایان طبق معمول دیدید گفتم دیدید قشنگ مصدوم شد. الان خب حالا مجبوریم بریم یه دروازه‌بان بخریم. داوید رویا رو سریع میخوام بردارم بیارم. یه اشتباهی هم که کردیم این بود که من الان دیگه دفاع ندارم و به خاطر همین میخوام برم از بازیکن‌های آزاد بگردم ببینم الان دفاع هست چیزی یا نه. من فقط خوش قرارداد دارم. فری ایجنت دفاع دارم یه سری دفندر.
70 به چشم بخوره میگیره. این چی بود؟ 70. نه 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 اینجا چی دیدیم؟ 72. 70 نه. من خاک تو سر ولشون، هرچی بالا باد دیگه. خب من برم بزنم تا آخر فصل دیگه، ان هیچ اتفاقی نیفته و همه ببریم بریم بیایم. 3 hours later. خب بچه‌های عزیز بذار بهتون نشون بدم اون بالا که می‌بینید خودش فصل قبل بهتر فصل قبل داشتن اخراج این ما بعدش و خودش نگاه کنید با چه تفاضلی با 4 تا تفاضل باختیم. این از این. بعد حالا بریم اسکوادمون هم نگاه کنیم. ما با این اسکواد بودیم و واقعا هم بچه‌ها خیلی خوب کار کردن، مثلا با خرید دوید رویو اصلا ترکوندیم دیگه و برای فصل بعد واقعا آماده. کوئندا خب بهش بازی نرسیده مثل اینکه و بعد میفرستن شما قرضی. بریم تو آفیس، بریم تو اینجا، ببین اینجا که دوم شدیم سهمیه پیروز لیگ هم گرفتیم. اینجا ما بردیم فکر کنم، یا نه اف سی میلان برد فکر کنم، آره میلان برد. اینجا ما بردیم دو تا. تو الان چند تا آزمون داشتیم؟ یه دونه، آره یه دونه تا الان داشتیم و اونا همون بوده، سوپر کاپ بوده. اینجا هم که هیچی، اینا بودیم مثلا فینال هم که بود. اینجا هم ما بردیم با پنالتی بردیم. بله با پنالتی بردیم منچستر سیتی رو 2 تا الان و بقیه‌اش هم چی. بازم دوگانه زدیم اینه فصل اول، ولی خب نسبت به فصل اول خیلی بهتر بود. دوگانه اون خیلی بهتر بود و اینو میگم که واقعا ترکیب خوبی هم داشتیم و اگه باید حتی یوونتوس رو هم شکست، ولی الان واسه فصل بعد اومدیم نگاه. فقط من یه دروازه‌بان می‌خوام چون بعد رایو نمیشه زیاد بهش اعتماد کرد. این دروازه‌بان که اصلا خوب بفروشن خیلی چه و این فصل هم عامل آمار رو نگاه کنیم. این کدوم بازیکن خوب بوده کدوم بازیکن بد بود برای فصل بعد بخوایم رو خرید فروش اینا. خب بیشتر بازی بیشتر انجام داده 63 تا بازی انجام داده بعدش اون دفاعمون بیشتر وجود بده ها. خب این میشه گل این میزنه گرین بود. این گرین تکونده. بعد 63 بازی 38 تا بازی 63 بازی 37 تا 12 تا گل فقط خیلی خوبه. 19 تا گل 9 تا پاس گل 15 تا گل 18 تا پاس گل بوده. این اصلا توی تیم دیگه است. 26 تا گل داره یه پاس گل داره گل باز چیزی حالا درست اوکی 8 تا گل 3 تا پاس گل کافی اینا اینجا میشه بس 2 تا گل 8 تا پاس گل 2 تا گل پاس گل 1 گل نزد 9 تا بازی رسیده. این 1 گل 9 تا بازی میره. بریم 15 تا گل 18 تا پاس گل خیلی بهتر میشه اون تو آواز میگه ما نگاهش بریم برای فصل جدید البته داخل بازی برقرار کنید. واقعا این گل خاصی کرد. خب تو رو جبران کنید واقعا خاصه کرد. بعد شما تو ادیت می‌کنه و کات می‌خوره اینا زیاد بهتره. این سه تا ماچ داشتیم داخل سه تا ماچ چند تا دید بس. ببین ما داخل لیگ خیلی مساوی داشتیم. خیلی مساوی کم بود شاید امکان بود بیشتر. الان واسه بهتون نشون میدم نگاه کن. 22 بود داشتیم 24 تا 13 تا مساوی داشتیم فقط 13 تا خیلی زیاد مساوی داشتیم. 4 تا بود نسبت به بارسا خیلی بهتر. واقعا من راضی از این نتیجه. البته فصل بعد یه قسم که بریم چمپیونز لیگ. خب بچه‌ها این ویدیو هم به پایان رسید. لایک کامنت اینا یادتون نره، سابم کنید. اگه میخواید ویدیو بعدی هم همینجوری باشه پرقدرت حمایت کنید. خیلی ممنونم از زحماتتون. تا ویدیو دیگه خداحافظ.